نخست ملاقات واخوری معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قادر قاسم از حوزه انتخاباتی رقم 45 با انتخاب کنندگان در قلعه خمب مرکز ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردید. ابتدا تشریف قدم ارزانی داشتن معاون رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان را به دروازه بدخشان عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ناحیه درواز عبدالرحمن زاده سید برهان سید رحمان خیر و مقدم گفته برایش کامیابی ها در تشویق و ترغیب راه پیموده تاجیکستان صاحب استقلال سیاست پیش گرفته پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت محترم امام علی رحمان حکومت جمهوری تاجیکستان تمنا نمود. با استفاده از وکالت وکیلی خود قادر قاسم از راه پیموده تاجیکستان آزاد طی سالهای صاحب استقلالی کشور خودفدایی‌های پیشوای معظم ملت در حفظ دستاوردها پیشرفت و شکوفایی پایداری عدالت در مملکت سخن گفته اظهار داشت که سال کهن در تاریخ ملکداری ما از آن جهت با بقا و خاطرمان باقی خواهد ماند که مردم صاحب فضیلت و روشنروی کشور آباد ما با امید به فرد نیک و با برار تاجیکستان کار عظیم ملکداری را با اخلاص و سرسپردگی به عهده پیشوای معظم و فیض‌پرور خویش محترم امام علی رحمان واگذار نمودند، زیرا که او با فهم و فراست زایدالوصف خودفدایی‌های هستی‌ساز و هوس‌سوز و محبت سوزان انسانی خویش جایگاه خوش و خرم را در قلب خرد و بزرگ مردان معنی این سرزمین بکر و زیبای ما گرفته است. قید گردید که نظر و همت خاص پیشوای معظم ملت این است که امروز و فردا ساکنان مقیم کشور عاقل‌تر و کامل‌تر شوند، جامعه تازه بنیاد ما استحکام یابد، ملک آباد و بینای عظیم تاجیکستان بهشت‌آسای ما آسوده و آزاد باشد. با این هدف‌های نجیب و ارزشمند در 7 سال آینده پرزیدنت مملکت از میان نموده است که در بخش اقتصاد به 3 وظیفه اساسی با راه بلند برداشتن گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصاد ملی رشد استوار کشور را تامین نمایند و با افزایش دادن حیث طبقه میانه اهالی و رسیدن به سطح رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای درآمدشان میانه افضلیت بخشند تا در این روند توسط صنعت کنانی با صورت کشور صفت رشد اقتصادی ملی تامین گردد و دستگیری صاحبکاری و سرمایه گذاری گسترش یابد. اظهار داشت وکیل مجلس نمایندگان قادر قاسم. انجام بخش معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سخن چند از معمای جای داشته در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه اوضاع و احوال دنیای متجدد گفته اظهار داشت که ما با شناخت پیشوا و رعایت آداب ملکداری در جامعه نوین و آباد و آزاد خویش به زندگی هستی‌ساز روزگاری آسوده فرد نیک و باقرار موفق گشته ایم.